خب ساسان عزیز، یه سوالی میخواستم بپرسم که مطمئنم خیلی از مخاطبای شما واسهشون سواله که چرا مولانا، چرا سهراب سپهری؟ دلیل این که توی موزیکاتون، توی اشعار از این کار استفاده میشه چیه؟ عرض شود که ممنون که دوباره این فرصت رو به هر صورت ایجاد کردیم و وقتی که گذاشتی بابت این مباحث ارزشمنده برای من. ممنونم. عرض کنم چرا مولانا نه، چرا سهراب سپهری نه. وقتی که در دنیای بزرگ شناخت و عرفان و معرفت همچنان بشر در کنکاش پیدا کردن نقطه نظرهای این افراد هست، این تفکرها، این ایدئولوژی ها، و اینکه اصلا سهراب سپهری و مولانا اصلا چرا این دو اسم رو اصلا من بغل هم امروز راجبش داریم بحث میکنیم. اینها شاعر نیستند صرفا، اول عارفن و از این شناختی که در وجودشون شعله ور شده ابیاتی هم که باز اون ابیات مثلا در دیوان شمس منظم غزل و اصل مطلب مولانا اتفاقا در مثنوی معنوی هست و خود 6 دفتر مثنوی درس زندگی، کاتالوگ کامل انسان. و همچنین سهراب سپهری، حالا راجع به سهراب حتما یک برنامه مجدد، یه پارتی با هم خواهیم داشت. امروز هم حالا من یک اشاره هایی میکنم، ولی راجع به جناب مولانا ببینید در دفتر مثنوی، حالا از شروع نینامه و که مفصل، این فقط یک به صورت سرفصل نینامه که تقسیم شده در کل این 6 دفتر. در داستان اول و عاشق شدن و تموم شدن و داستان دوم اون بقال و توتی که اگه یادتون باشه ما توی دروس کودکیمون هم بود، صرفا یه توتی نیست، صرفا یک توتی سخنگو نیست. مبحث ورای این حرف هست. مبحث این چنینه که به ترتیب مولانا از نینامه اومده تو بحث پادشاه و کنیز، راجع به یک پادشاه صحبت میکنه، یعنی میخواد یک حد اکثری رو نشون بده. حالا راجع به این حد اکثر و شدن این حد اکثر و این که در دنیای ماده هر چند حد اکثر باشی ولی پیر میاد میبینی که هیچی نیستی، چون انسان در دنیای شناخت و معنا و معرفتی که به حد اکثر نزدیک میشه میره سراغ یک توتی که گربه میپره بخورتش، توتی میپره فرار میکنه میخوره به یک شیشه روغن میریزه و بقال که صاحب اون توتی بوده اون مغازه میاد نگاه میکنه، به محض اینکه میبینه فکر میکنه مقصر توتیه، ظرف رو تو سر توتی میزنه و توتی موهاش میریزه. توتی سخنگوی زیبا کچل میشه، کل میشه و دیگه خوش سخنی و خوش آوازی و اینها کلن سکوت. هر کاری میکنه این نتیجه دوباره بر نمیگرده تا اینکه یک روز این توتی یک کلی رو، یک فرد بیموی رو میبینه جلوی مغازه داره رد میشه، یهو به اون میگه تو هم زدی شیشه روغن ریختی، همه میزنن زیر خنده. این یک مثال خیلی جالبه که از اینجا به بعد جناب مولانا داره میگه که اونهایی که خودشون رو پیغمبر دیدن و فکر میکنن خیلی حالیشونه، مردمی که دائما در حال قضاوت دیگران هستن، مثل این توتیان که فکر میکنن هر کی کله هر کی بیموه، مثل خودشون زده شیشه روغن رو، خودشون رو با انبیا مقایسه میکنن. اصلا نکته اصلا میره یک جای دیگه، یک فضای دیگه، یک ایدئولوژی خیلی پخته و بزرگ. و در نتیجه شما میبینید که نهایتاً فرزند منتقدی که داره الان همین تصویر رو میبینه میگه خب تو هم فاز خیلی دانستن برداشتی، تو هم چه فرقی میکنی؟ که اینجا مشخص میکنه، میگه بحث اصلی اینه که اونی که به دنبال صلح تکلیفش جدا از اونیه که دنبال ستیزه جوییه. خیلی ساده. میگه اون نبی به دنبال جمع، وحدت، آگاهی و صلح بود، هر چند اتفاقهایی در زندگیش افتاد، مثبت و منفی و اصلا تعریف ثواب چیه؟ ثواب یعنی ما حرکت کنیم به سمت رشد
این حرکت ثواب، هرچند ظاهرش خطرناک و زشت. و حرکت نکردن به سمت رشد یعنی گناه. تعریف خیلی ساده عرفانی گناه و ثواب. هرچند گناهی که ما به ظاهر خیلی داره درست به نظر میرسه، ولی چون به سمت رشد نیست. حالا رشد یعنی هزار آزمون و خطا، رشد یعنی اشتباهات انسان، رشد یعنی و خیلی ساده اینجا منفک میکنه این قضیه صلح‌جویی و ستیزه‌جویی. میره رو درس بعدی، چقدر ساده و زیبا توضیح میده. میگه یک پادشاهی بود بسیار مؤمن بود، از ایمان خیلی زیادش به یهود همه مسیحی ها رو میکشت. ببین انقدر مؤمن بود به یهود همه مسیحی ها رو میکشت. و یک وزیری داشت که این حالا توی بحث بعدی، پارت بعدی توضیحاتی خواهم داد مفصل، که چقدر ساده اون وزیر میاد بین این نصرانیان، بین این مسیحیان رخنه میکنه، اینها رو 12 فرقه میکنه، 12 روش عبادت درست خداشناسی رو بهشون یاد میده، ولی همشون با هم متفاوته، اینا به جون هم میفتن. درس های مولانا شعر نیست. و نهایتا من مثلا اومدم از دفتر اول خب یه سری ابیات رو راجع به اون پادشاه کنیز: عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل، علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. عشق خدا رو فقط میشه با عشق شد. و نهایتا ابیات دیگه‌ای که در داستان موسی میگه: از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. اتفاقا امروز زندگی خود منه، آدابی رو رعایت نکردم و چه خسارت‌هایی در زندگی خودم و دیگران شاید ایجاد کردم. بی ادب محروم گشت از لطف رب، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. از خدا جوییم توفیق ادب. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کو سیر و عدس، بهونه گرفتند. منقطع شد خوان و نان از آسمان، قطع شد برکت، ماند رنج زرع و بیل و داسمان. و قبل این میگه مائده از آسمان در میرسید، برکت میومد، بی شریع و بیع و بی گفت و شنید، بدون درد سر. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کو سیر و عدس، منقطع شد خوان و نان از آسمان، ماند رنج بیل و زرع و داسمان. هر که بی باکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست. یا جای دیگه میگه ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، می نیندیشیم آخر ما ز هوش، کین خلل در گندم است از مکر موش. موش تا انبار ما حفره زده است، و از فنش انبار ما ویران شده است. اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. ورنه موشی دزد در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست. من خودم دقیقاً در همین شرایطم. چند بار در زندگی ورشکست شدم، چند بار اوج گرفتم، چند بار به یه نقطه‌ای رسیدم، چه مالی، چه معنوی، چه احساسی، چه روحی، چه حالا روابط مختلف. به یک اوجی رسیدم و اونجا متوجه شدم که ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. و نکته بعدی دوباره در ابیاتی میگه که هر که کارت قصد گندم بایدش، کاه اندر تبع می آیدش. ولی متاسفانه ما هم دائما دنبال کاهیم، کاه دور و برش. من برای خودم امروز واقعا پیگیر و جویای این قضیه هستم، بلکه بتونم نجاتی پیدا کنم از تمام مسائل درونی و چه بیرونی چه درونی. و این که به این دلیله که این ابیات رو انتخاب کردم برای خوندن، برای آلبومم، ترک و مسائل مختلف. این از بحث جناب مولانا. و چرا سهراب؟ و سهراب عزیز، سهراب عزیزی که به نظر من تجربه بسیار ظریفی از شناخت، الهام، وحی و عروج و مسائل مختلف رو در ابیاتش میشه تجربه شد دید. و پشت هیچستانم به سراغ من اگر می آیید. توی هیچستان ما تازه الان خود من متوجه شدم مثلا معنی هیچ چیه. هیچ به معنی هیچی نیست، نیستی نیست، هست غیر قابل درک، عدم، هستی که من و ما نفهمیدیمش، قابل فهم نیست اصلا، هست غیر قابل درک. آنچه در اندیشه آید آن پذیرای فناست، وانچه در اندیشه ناید آن خداست.
سهراب سپهری از هیچستان میگه من پشت هیچستانم. فقط به این یک کلمه هم نیست، میگه در هیچستانی که من هستم توی رگهای هوا دائما داره الهام میاد، داره راجع به اصلا الهام صحبت میکنه، راجع به نقطه دانلود اطلاعات صحبت میکنه و حالا میگم در پارتی مستقل و بعدی من مفصل حتی شعر هیچستان رو، شعر قایقی خواهم ساخت رو مفصل که پشت دریاها شهری است که در آن، چرا پشت دریا؟ دریا به معنی آب به معنی آگاهی، میگه پشت آگاهی ها، پشت دریاها شهری است که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است. دست هر کودک 10 ساله شهر شاخه معرفتی است. معرفت بامها جای کبوترهایی است که به فواره هوش بشری مینگرد. داره راجع به آخر زمان صحبت میکنه. بامها جای کبوترهایی است که به فواره هوش بشری مینگرد. قایقی باید ساخت، دور باید شد از این خاک غریب. اتفاقا کار قایق رو تازه اتود کرده بودم که بخونیم، حالا من یه تصادفی برام رخ داد و چند سال پیش، 2 سال پیش، که دیگه تقریبا الان دوباره دارم یه سری کارا رو انجام میدم که قایقی خواهم ساخت، دور خواهم شد از این خاک آن غریبه. حالا بحث غریب بحث واقعا این نیست که ما اینجا در غربتیم یا جای دیگه باید بریم. هر جایی که مرد آن شهر اساطیر نداشت، اسطوره‌ای نمیفهمی چیه، صبح تا شب تو زندگی بود. مرد آن شهر اساطیر نداشت، زن آن شهر به سرشاری یک خوشه انگور نبود و در آن هیچ آینه تالاری عشق را تکرار نکرد. دور خواهم شد، دور. درسی که قایق از تور توهی، دنبال چیزی جمع کردن نیستم و دل از آرزوی مروارید، دنبال اون مقصدم، هدفم. نه به آبی ها دل خواهم بست این دفعه، نه به دریا پریانی که سر از آب به در میارند. به وسوسه ها هم دیگه اهمیت نمیدم. هدفم فقط پشت آن دریا، اون بره، اون شهر است، اوجه قله رو داره میبینه. چرا سهراب؟ نه واقعا. ببین یک شعری داره اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، اینو همه شنیدیم، یک نقطه عطفی داره که میگه من مسلمانم، قبله ام یک گل سرخ، جانمازم دشت سجاده من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گل دسته سرو. کعبه‌ام بر لب آب، کعبه‌ام میرود باغ به باغ، میرود شهر به شهر. حجر الاسود من روشنی باغچه است، من مسلمانم. داره میگه همه جا تو میتونی تسلیم رو تجربه کنی و این یک نتیجه عجیب غریبه. و ببینید استاد شفیع کدکنی و اساتید دیگه نظریاتی داشتن راجع به سهراب سپهری، ولی نگاه که میکنی با تمام دانایی و عمق نگاه این افراد، مثلا خیلی برای من جالب بود که ایشون یا دوستان دیگه فرمودن که شعر نیست، شعر سهراب جدولی منظم از یک سری جمله است. خب ببین شما اصلا سهراب کجا؟ و سهراب اینور در همون تایم کتابی چاپ کرده که پرفروشترین کتاب، کتاب حجم سبز، صدای پای آب و به دوران خودش و این نقدها شده. و نهایتا توی اون ابیات چی داره میگه؟ میگه سر هر کوه رسولی دیدن، من به آنان گفتم، حواسشون نبود، سر هر کوه رسولی دیدن. اینجا جای خدا داره، انگار از اون ور داره میگه باد را فرستادیم کلاه از سرشان بردارد که بیدار شن، دیدیم نمیشن، جیبهاشان پر عادت کردیم که برن سرگرم باشن با عادتاشون، جیبهاشون پر عادت کردیم مثل نقل و نبات عادتهاشون رو استفاده کنن. سهراب اینه، سهراب یک شاعر نیست، سهراب یک عمقه، یک حرف. یعنی شما اینطوری که من متوجه شدم یه رسالت میبینی یا یک دین میبینی که اینو میخوای به مخاطبانت یا به جامعه
انتقال بدیم. به نوعی هر آن چیزی که درک خودم و درک شخصیم، چه درست چه اشتباه، با تجاربم در مسیر شناخت کسب کردم رو به عنوان یک دینی که باید این حرفها شاید واضح‌تر همینطور بیان بشه یا بیا توی موسیقی یا اینها شنیده بشه و راجبش صحبت بشه. یه جمله خیلی جالب شنیدم، ما دفعه پیش با هم راجع به فیلم مست عشق صحبت کردیم و خیلی جالب بود با تمام نقدهایی که شده بود، اینکه با چه مشقتی شما ببینید دو از علمای ما فیلم ساختن این فیلم رو حرام اعلام کرده بودن. چقدر فشار 5 سال روی این قضیه بود، ولی این فیلم بالاخره ساخته شد اومد، هر چند با این داستان و سبک و سیاق و قصه و نقد و فلان من تحسین میکنم. ببینین من به اندازه خودم میتونم با این سازم یه آهنگ همینجوری الکی بزنم، دینگله دینگله، یه چیز الکی بخونم و شاید اصلا بگیر و معروفم بشم و هر کار ندارم، ترند بشه این آهنگ. میتونم این کارو بکنم به اندازه خودم، هم میتونم این سازمو دستم بگیرم از سهراب سپهری بخونم من مسلمانم قبلم به کل سرخ. حسن فتحی هم به اندازه خودش یک سریال ساز موفق اومده یک فیلم سینما، حالا سینمایی ساز نبوده ایشون، اوکی هر چی بوده در نقدی که بوده، اینا راجعش البته مفصل صحبت کردیم، پیرامونش رجوع نکنیم دوباره تکرار مکررات، ولی در کل ببینید به اندازه سهم خودمون، ما اندازه سهم خودمون، شما اندازه سهم خودت نشستی راجع به سهراب و مولانا سوال برات ایجاد شده که بپرسی این رو. نمیدونم چقدر تایم داریم ولی دوست دارم که چند پارت مفصل، چون اصلا اینجوری نیست، خیلی مفصل تر از این نیست. قطعا باید خیلی مفصل‌تر صحبت کنیم چون مبحث واقعا جذابیت تمرکز من عالی، همچنین بنده و ممنون از وقتی که گذاشتید. قربون شما، ممنون از شما و وقتی که میذارین. همیشه من احساس میکنم که همون قدری که برای من جذاب هست راجع به این چیزا صحبت میکنم با این تلاطم، شما هم پیگیر هستیم و جذابیت رو میبینم در این ماجرا پیگیری. ممنون از فرصتی که میذارید و به هر صورت در این کنکاش همراه میشید. آرزوی بهترین ها، انشالله در پارت های بعدی مفصل‌تر راجع به این مباحث صحبت حتما ممنون.